ضمن که فراموش نکنید در مسابقه پیام کوتاه ما شرکت بفرمایید، بگید که طرفدار کدام تیم هستید. روی تصویرم درج شده. ضربه کرنر برای تیم پرسپولیس، کوتاه کار میکنند. یه سانت خطرناک به روی دروازه، فرصت به تیر دروازه میخوره و توی دروازه نوری گل اول رو برای پرسپولیس میزنه. دقیقه 6 این مسابقه پرسپولیس یکی جلو میفته. خب داور گل رو نمیپذیره و مردود اعلام میشه. گل مردود اعلام میشه و بازی از کنار دروازه باید آغاز بشه. تصویر آسته رو به اتفاق خواهیم دید. بده بله اینم تصویر آفسایده که خب اینجا داور آفساید گرفته بود ولی خیلی مشکوک بود و